رفقای گلم سلام عرض شد، شب و روزتون بخیر باشه. پیش سال نوتون مبارک. فردا سال تحویل، من ماشین خودم بابا رو بردم بیرون، یک 5-6 ساعت بیرون بودم، بردم کارواش. برگشتم دیدم این کسی که میاد راپله و پارکینگ رو تمیز میکنه متاسفانه بعد 1 ساعت دنبال ظرف غذا گشتن دیدم گذاشته اون بالا ظرف غذا رو. نمیدونم باید بنر بزنم که دوست عزیز جون مادرت کخ نریز، نمیدونم چی کار کنم به خدا. جای ظرف غذا اینجای، جای ظرف آب اونجای. ظرف آبو که کلا انداخته دور، ماشین از دستی من میزنم عقب، میاد حیوان اینجا کثافت کاری میکنه، اصلا اهمیت نداره برام به خدا. چه کار الان هم جنس خودم و هم نوع خودم و از نون خوردن بندازم آخه اینم که خدا رو خوش نمیاد. حالا دیگه متاسفانه توفیق اجباری شده، بازم من جرئت نمیکنم دست بزنم با آغلش. فردا اگر دیدم حیوان نیومد و تخماش سرد بود براتون چراغ قوه میندازم زیرش، حداقل جنین و نطفه‌ای که بسته شده رو ببینیم.